جیب آقای دکتر سرفراز بیا یه دقیقه پیش ما بردار بیا. به به. شما از دندون پزشکا نمیترسین که؟ من ارادت دارم، اتفاقا کلی باشون کار داریم. نه بابا. آره. میخوای من برم شما به کارتون برسین؟ نه حالا بعداً قرار شد شماره‌شونو بدن. حتما. و یعنی میخوای بری لاهیجان پیشش؟ چرا که نه، کلوچه ما هم داره میایم و اینا. با یونیت و تشکیلات. آره سیار میایم. بچهای جهادی هم هستن. اصلا این کلوچه‌های اونجا با آقای دکتر قرارداد دارن. آره. اسپانسر. نصف دلیل پوسیدگی دندان کلوچه‌هاست. بله 100%. شیرینی جات داره. من تشکر از شما بکنم. من مخلص شما. مرسی که منو مهمون قبلی دعوت نکردی. خواهش با آقای سرورپور. آره. چرا؟ ایشون قدشون خیلی بلند بود. من اصلا استرسی شدم. بعد هر جا میرم منو میبینن. اینو بعد قدش بالا نمیتونسه. الان خدا رو شکر حالا یه خورده سلامت باشی. آره اونجا می‌خواستم. شما از این دست آدمایی از نگاه از بالا به پایین داری. آخه یه پاشنه بلندم دارم نیاوردم. خب اگه میدونستم میآوردم ولی خب به من نگفتن. اول گفتم اونجا خدا رو شکر باز. شما شاعر هستین درسته؟ والا اگه خدا قبول بکنه. متاسفانه من شعر کلا اصلا بلد نیستم. اینم تازه فقط برای سام. چی میخونی برای سام؟ بعبعیچ بازیگوشی و اردک تک تک تک. خیلی خوبه اینا. ولی پدر مادرم اهل شعر و شاعری ان. خدا حفظشون کنه. حالا روز مادرم که نزدیک نه یه خاطر از مادرم. آها بگیم. به به. مادر من کلا ته همه چیزو در میاره. یعنی تا تهشو در نیاره ولکن نیستش. توی خب شب یلدا معمولا فال حافظ میگیرم. دیگه فال حافظ تموم کرد. یه سال گفت فال سعدی. فال سعدی هم تموم کرد. دوباره یه سال گفتش که نفر فال مولانا بگیریم. اونم تموم کرد. یه بار دیگه گفتش آقا فال دیوان اصرالدین بگیریم. کی؟ اخسیکتی. اصیرالدین اخسیکتی. بله. ما کتاب باز کردیم. آیا اصلا گفت آقا من خودم نسخه خودم ندارم. شما چه جوری پیدا کردید؟ میشه این نسخه منو یه دونه جلد بفرستین برامون؟ من از شما تشکر میکنم. یعنی از یه سری شاعرها سوال میومد تو کنکور، ایشون اشاره خوبی کرد. مثلا منوچهری دامغانی شبی گیسو فروهشته به دامن. و تو فکر کن چقدر سخت. نه من ادبیات کم زدم. خب اگه ادبیات خوب می‌زدی تو رفتی انسانی می‌خوندی. آره. همون رفتی پزشکی. دیگه اون سال دیگه تموم شد. سال بعد رفتش سوزنی سمرقندی گرفت. آقا چه کاریه؟ ما باز کردیم آقا سوزنی داره خودش فال حافظ میخونه. گفت آقا من خودم فال حافظ میخونم. چتونه؟ ولی باز تشکر میکنم از شما. ولی سوزنی قشنگ رو استاد تاثیر گذاشت. آره. سال پیش اومد بابا طارق اوریان گرفتیم. دیدیم جو خانوادگی. گفتیم دیگه باز نکنیم. حالا امسال من نیستم. چی کار دارن میکنن؟ میشه زنگ بزنید بپرسید ازشون امسال چی گرفتن؟ نه میترسم اینجا داستان شکست نفسی میکنن. ماشاءالله با شاعران حشر و نشر داشتن. خودشون هم که اهل ذوق و هنرن. چقدر خوبه که یه پزشک اینقدر خوش برخورد، خوش اخلاق باشه. آقای دکتر آخه زیست متفاوتی داره نسبت به شغلش کلا و این خیلی چیز جذابی. بعد الان اینجاست نمیدونم باید مثلا بهش بگم که آقای دکتر خیلی مثلا جدی صحبت کنیم که آقای دکتر مثلا اینجوری یا نه. الان مثلا گفت میخوام خاطره بگم، گفت حالا جدی میخواد یه خاطره بگه ولی رفت یه بازی که من قبل از که بیام اینجا سلام علیکی داشتیم با هم دیگه. آقای دکتر گفت میتونم باهاتون شوخی کنم. من ترسیدم حقیقتش. خب دکتر شوخی کن. بعد قطع کنیم؟ نه